السلام علیکم داملای عزیز، یک سوال دارم. دست زن حلالی خود را در کوچه داشته راه گردی گناه است؟ یعنی مردی که اگر با همراهی زن خودش اگر در کوچه دستی او را میقپد راه میگردد، آیا در اسلام همین گناه است یا نه؟ رسول اکرم میگوید الحیاء کله خیر. داشتن زن، دست زن داشتن شوهرش گناه نیست، لیکن نه در کوچه. در کوچه داشتن دست زن یا از میان او داشتن یا از گردن او داشتن، این عادت مردم مسلمان نیست. نفرانی که به خوابی میکشند کمتر گپ عصبانی میشوند، نرو چیت میکنند و همچنین نفرانی که در دیپرسی هستند، فراموش خاطرند، دیروزه کار شد یادشون نیست. شرکت شفافرما راه همین مشکلی ها را به شما پیشنهاد میکند. گیاهی که در دست من میبینید نروی نام دارد، برازی خداوند همین مشکلی ها را تبابت میکند. خراب و لاغرستی، میخواهی این مشکلی رو حل کنی؟ پس این مشکلی تو حل است. شرکت شفافرما به شما رد جنچین رو توصیه میدهد که در مدت یک ماه از 7 تا 10 کیلوگرم وزن به شما داده میشود. دستی او را میقپد راه میگردد، آیا در اسلام همین گناه است یا نه؟ رسول اکرم میگوید الحیاء کله خیر. داشتن زن، دست زن داشتن شوهرش گناه نیست، لیکن نه در کوچه. در کوچه داشتن دست زن یا از میان او داشتن یا از گردن او داشتن، این عادت مردم مسلمان نیست. ما البته تشبیه با آن مردم کافر و مجوسی و یهودی که امروز این عادت دارند باید تشبیه با آنها نکنیم. رسول اکرم سخنش گوش کنین میگوید حیا کلش خیر است. ابو سعید خدری چی میگوید؟ کان حیاء رسول الله صلی الله علیه و سلم اشد من العذراء، اشد حیاء من العذراء فی خدرها. رسول اکرم میگوید، ابو سعید خدری میگوید حیای پیغمبر تا چه اندازه بود؟ تا اندازه بود که یک عروسی که در زیر چادر است چقدر حیا دارد. روز اولی که عروس به خانه شوهر می آید به نهایت یک حیای کلان او را احاطه کردگی است. ابو سعید خدری میگوید رسول اکرم حیاش از اون زن دیده زیادتر بود. ما و شما البته پیشوای داریم، باید حیا را البته چیکار کنیم؟ پیشه خود و شعار خود بسازیم. اگر چیزانی ما و شما است، در پهلوی ما و شما رفتن در یگان گناه نیست، شر نیست دست در گردن او، دست در دست او حواله کنیم او شما. برادرای عزیزی که قرآن خوندن نمیتونید با زبان عربی، اینا با ترجمه تاجیکی و همچنین با حرفای کریلیکی طرز خوندن قرآن. اینا بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خداوند بخشنده و مهربان. هم زبان عربی قدی نویسگه، هم با زبان کریلیکی طرز خوندنش، هم ترجمهش هست. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر. اینا یکم آیت به درستی که ما تو را کوثر عطا کردیم. یکم آیت نیم انا اعطیناک الکوثر. هر یک آیاتی که میخونه ترجمهش هست، هم با زبان عربی نویسگه، هم با زبان کریلیکی نویسگه، هم ترجمهش با زبان تاجیکی است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم داملای محترم، من یک خواهر مسلمان شما هستم. یک سوال دارم. من سطر میکنم، میگویند که تو به زندگیت منت را بسته ای، این چی میشود؟ یعنی امروز الحمدلله که خواهر و اپا و مادرای ما و شما روی مالها را طبق آیت کریمه میبندند. هزارها بار شکر. باور کن این یک خرسندی آور است، این یک باعث شکر هست که امروز
زن ما و شما، خواهر ما و شما، اپی ما و شما رویمالش به گفت این زنی که به زندگی خود منش بسته است همچنان میبندد. این افتخار است. خدا در قرآن میگوید یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، ای محمد صلی الله علیه و سلم فراموش نکن که تو بنده من هستی. من بر تو امر میکنم که اولا بر دخترهای خودت، بعدا بر زنهای خودت. وقتی که دخترها و زنهای خودت که رعایت کردن، بعدا بر زنهای امتت خبر بده. چی خبر بده؟ یدنین علیهن من جلبیبهن ذلک ادنی یعرفن فلا یؤذین و کان الله غفورا رحیما. بر زنهای امتت خبر بده که بالای سرشان رویمال پرتایند و رویمال ها را چنان بندند که پیشهای بر و پسهای گردن اونها نتابد، بندهای دست اونها، بندهای پای اونها نتابد، تا که اونها در نزد من نجات میابند، تا که اونها شناخته شوند که اینها زنهای مسلمان هستند، تا که به اینها مردهای بی توفیق سخن بیهوده گفته نتانند. امروز بین این معجزه خداوندی است که وقتی زنی که ستر داشته باشد هیچ مرد فاسق به جانب او گپ پرتافته نمیتواند. لیکن هر چی که می شود از همون زنهایی که سر لوچند، گردنی لوچ هستند، پای لوچ هستند، همه بی تمیزی از جانب اونها هست. از این خاطر در این سخنها باید این خواهر ما و شما ملامت نشوند. اولین زنی که در اسلام قتل شد از پشت اسلام این مادر عماره بود، زن یاسیر. این مادر ما و شما امیه بود. برای اسلام ابو جهل به قتل رسانی داشت. وقتی گفتش از اسلام بگرد، از اسلام نگشت. چیکار کرد؟ رسول اکرم به پیشش میگذشت، قوتی نداشت. میگفت مادر، میگفت صبر کن، ان الله مع الصابرین، خدا همراه صابران است، صبر کن، خدا تو را مکافات جزیل میدهد. این مادر صبر کرد. روز میگد ابو جهل آمد نزدش، آمد و گفتش، سمیه گفت از ایمان محمدی بر بگرد. سمیه باشد نه، گفت من بر نمیگردم. من آن خدایی را که بر او عاشق شدم و این پیغمبری که بر او عاشق شدم، این عاشقی را تا جنت میبرم، من در دنیا ترک نمیکنم. ابو جهل میگد چند دشنامهای قبیح هم داد و نیزه را برداشت و در شرمگاه همین سمیه زد و سمیه از دنیا گذشت. اولین شهیدی که در اسلام شده است آن از زن شدگی هست. از این خاطر هیچ زن ملامت امروز پیدا می شود، زنهای پیدا می شوند که میگویند که جمعه کجا میره، جمعه برای شما شرط نیست، حالان که هزارها نامعقول کرده است او عالم است، او داملا است، او کسی نباشد. امروز شما را ملامت میکنم برای سترتان، لیکن شما ملامت نشین، شما در نزد خدا مکافات میگیرین. شما هم جواب قبیح نسبت اونها جواب بگین. خدا رحمت کند مولوی را میگوید به ذکر حق کسی که کرد آهنگ، ز هر سو نوکر شیطان زند سنگ. به ذکر حق کسی که کرد آهنگ، ز هر سو نوکر شیطان زند سنگ. ز هر سو می جکد سگ بر سر راه، نظر بر سگ مکن رو سوی الله. هزاران کاروان رفتند دو دو، هنوز این کلب ها دارند او او. خدا رحمت کند مولوی را. این کلب ها گفته سگا را میگن. همون زنهایی که شما را ملامت میکنن، همون مردهایی که شما را ملامت میکنن، به خدا قسم از سگ دم پستر هستند. سگ هم در نزد خدا قدر دارد، اون از سگ دیده پستر است. شما به ملامتی و ملامت هم نشین، غمگین هم نشین. این راهی که شما گرفتین راهی راست است، راهی درست است، راهی جنت است. السلام علیکم حاجی داملا. خداوند به شما و اولاد شما بی‌دردی را نصیب کند. من یک مخلص شمایم، باور کنید حتی در نماز شب در حق شما دعا میکنم. سوال من این است، تلویزیون نگاه کردن یا تلویزیون گفته ایستاده است ما نماز میخونیم، این چی میشود؟
یعنی در حالت تلویزیون تماشا کردن آیا جایز است؟ یا در حالت تلویزیون میگوید ما و شما نماز خوانده ایستاده ایم، نماز ما چی می شود؟ این السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنه مسئول. صدق الله العظیم. خدا به شما میگوید به درستی این که گوشهای شما، چشمهای شما، دلهای شما، اینها نعمتی هستند که ایرا نه یگان پادشاهی بر شما داده است. اینها یک نعمتی هستند که هیچ طبیبی برای شما راست نکرده است، بلکه این نعمت من بر شما دادم. و از شما این نعمت‌هایی که دادم، این نعمت‌ها سوال کرده می‌شوند که در کدام راه تو این استفاده کردی. تلویزیون اگر ما اخبار نگاه کنیم باکی ندارد. اگر از تلویزیون ما و شما اگر یگان پند موعظه باشد نگاه کنیم باکی ندارد. یا امروز کسیته هایی که از امر معروفا ثبت شده ایستاده است برده در تلویزیون تماشا کنیم باکی ندارد. لکن پناه به سوی خدا از آن رقص و بازی که شما نگاه میکنید، پناه به سوی خدا از آن صورتهای پورنوگرافی که در تلویزیون ما و شما، زنهای لوچ، مردهای لوچ یک جا هستند، ما و شما به سوی او نگاه میکنیم. رسول اکرم میگوید العینان تزنیان و زناهما النظر. چشمها هم زنا میکنند و زنای چشم چی است؟ نظر کردن به سوی حرام کرده های خدا. شما وقتی که اگر بر تلویزیونی که نگاه میکنید در او رقص بازی است، یا در او مثال بگیم بدنهای لوچ است، یا دیگر معرکه‌های فاسدی که خدا بر اونها حرام کرده است، این چشمها را به سوی او روان میکنید. به خدا قسم حدیث پیغمبری خدا است در چشمهای شما و گوشهای شما سرب دوزخ ریخته میشود. شما این احتیاط کنید، هیچگاه نظر بر این نکنید. این هم یک داعی همون یهودیا هست که امروز ما و شما را تبلیغ با به سوی همون حرام ها میکنند. از دجال دیده همین تلویزیون امروز بدتر است. خیلی با احتیاط باشید. همان چیزی را که اسلام برای شما رخصت داده است همون را نظر کنید، بر هر حرام کرده های خدا نگاه نکنید. در حالت تلویزیون اگر گفته ایستاده باشد، شما اگر نماز میخوانید در نماز شما کراهیت پیدا میشود. تلویزیون خاموش کرده شود بعد نماز خوانده شود. زبان آمده از بحر شکر و سپاس، به غیبت نگرداندش حق شناس. گذرگاه قرآن و پند است و گوش، و بهتان و باطل شنیدن نکوش. دو چشم از پی صنع باری نکوست، ز عیبی برادر فرو گیر نکوست. خدا رحمت کند سعید به ما و شما حضرت شیخ سعدی را که بر ما و شما خبر میدهد. چی میگوید؟ این زبانی که خدا در کام شما جا کرد این برای ذکر و سپاس او ذات است. این گوشهایی که برای شما داده است که امروز در اکثر ماشین های ما و شما صدای نغمه های ناجایز است که ما با این گوش ها گوش میکنیم، شیخ سعدی میگوید که این برای شما جایز نیست. نه یک شیخ سعدی بلکه خدای شما، پیغمبر شما را منع میکند از گوش کردن این. و این چشم هایی که خدا بر شما داده است اینا برای چی است؟ برای این بزرگی خدا را مشاهده کردن است. شما آسمان را نگاه کنید بی ستون، این ذاتی که خالق همه ما و شما است چگونه نگاه دارد. زیر دریا را نگاه کنید، اینها را شما مشاهده کنید. این چشم برای این است. السلام علیکم داملای شیرین سخن. ما یک گروه مخلصان اشدی شما، ما از درگاه خدا سلامتی شما را میخواهیم و اگر حاجت باشد برای زنکان یگان جا برای نماز خواندن مهیا کنید که هر روز برای همین سوال به ما میگویند که به داملا رسانید. الحمدلله امروز در همین پهلوی ما و شما اگر شرایط نیست، ما شرایط برای مردها نداریم، لیکن هزارها رحمت به این برادر وکیل و حاجیایی که در اطراف او هستند. امروز یک جای را همون پهلوی ما شدن مهیا کردند که یک چند نفری الحال نماز خوانده ایستادند.
و امروز شرایط‌های اکای داملا خالمراد، اکای داملا حیدر باز بهتر است. مرحمت اگر نماز میخواندگی باشن اعلان کردن رسمی است، رفته در اونجا هم نماز خواندن بگیرن. السلام علیکم داملای عزیز. اولا خواهش دارم که خداوند توانا زبان شما را باز هم از این زیادتر با راه بگرداند و چی مراد و مقصودی که داشته باشین خداوند حاصل بگرداند. یک سوالی دارم. در مسجد ما یک نماز ملایمان نبود، مرا مجبور کردند که تو نمازت را خوانده دی. من نمازشان خواندم و قوم به عذر خندیدند. آیا گناههای همونها در گردن من هستند یا نه؟ در آخر داملای عزیز خواهش دارم که دعا کنید که من خداوند گناه مرا ببخشد. یعنی اگر وقت کدامی از شما امام میشوین قوم میخندد نمیخندد، این بر ضرر امام نیست. قوم اگر چی نغمه‌ای که از پس امام کردن میگیرد، در نزد خداوند جوابگر قوم است نه امام است. پیغمبر خدا بر شما میگوید اعبد الله کأنک تراه فإن لم تکن تراه فإنه یراک. خدا را چنان عبادت کن که همچنان که خدا در پیش تو است. فإن لم تکن تراه فإنه یراک. رسول اکرم و اگر چند خدا را تو نمیبینی لیکن خدا تو را میبیند. و آن خنده و آن نغمه هایی که از پس امام کدام قومی که میکند او را البته خدا نظارت کردیسه و در نزد خداوند البته گناهکار میشود. این با ملا امام هیچ تأثیری ندارد. خدا این برادر گناهایی که کرده است به حرمت این روز جمعه خدای با فضل کرم خود مغفرت بسازی. آمین و رب العالمین. سلام داملای شیرین سخن. اولا بسیار بخشش. دو سوال مرا بسیار دقت میدهد. شاید وسواس شیطان باشد یا جواب داشته باشد. گوید یکم خدا چی مقدار است؟ اندازه‌اش، درازیش، پهنیش. دویم سوالی که کرده است برادر، خدا جای مخصوص دارد؟ یعنی خانه اساسیش در کجا است؟ یعنی برادر سوال کردن که همین اندازه خدا چند قدر است؟ خدا چی مقدار است؟ پهنیش، درازیش، کلانیش. و دویم سوالی که کردن آیا خداوند خانه مخصوص دارد یا نه؟ یعنی این دو سوال میگد مرا خیلی دقت میداد و حتی شاید که وسواس. یک روز میگد یک زنی بریتانیایی، بگیم زنی که از انگلیا هست، با همراهی شوهرش میگد به شهر یمن آمد. به شهر یمن آمد. در همین شهر یمن با یک داملای خیلی عالم کلان روپرو شد و از همین عالم همین سوال را کرد. همین زنی که همراه شوهر خود آمد همین سوال را کرد که ای عالم، ای دانشمند، من از تو یک سوال میکنم. اگر بر سوال من جواب بگویی هر آینه من بر دین شما ایمان میارم. گو هر سوالی که داری مرحمت. میگد این زنی که از بریتانیا آمده بود گفت همین خداوند طول اندازش چی مقدار است؟ این خدایی که شما در هر حالت مشکلاتی دست میبردارین از او ذات طلب میکنید چی مقدار است؟ این عالم گفت این مردی که در پهلوی تو هست کی است؟ گفت این شوهر من است. گفت شوهر تا دوست میداری؟ گفت بله شوهر ما دوست میدارم. گفت بر من خبر بده که چی مقدار دوستش میداری؟ اندازش بگو چند کیلومتر تو همین شوهر تا دوست میداری؟ کیلومترش بر من معین کن. چند سانتی متر، چند کیلومتر همین شوهر تا دوست میداری؟
این زن میگه در حیرت ماند. گفت این از قیاس بیرون است، گفت از عقل بیرون است. محبت بر محبت شوهر ما چین کرده نمی شود. میگن این عالم گفت مادامی که محبت مخلوق خدا هست خودش، وقتی محبت تو گفت با عقل خود چین کرده نمیتانی، این ذاتی که خود میگوید لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر، اون ذات خودش میگه که مثل من نیست، مثل من نه در زمین نه در آسمان نیست. اونو چگونه من برای تو معین کنم که چه اندازه دارد؟ تو وقتی یک محبتی شوهر بر من چین کرده گفته نمیتانی. این زن وقتی میگه این سخن شنید در تعجب ماند، بلند گفت لا اله الا الله محمد رسول الله، خدا یک و یگانه است، محمد بر حق است. در اصل یعنی یک مثال آوردن که همون زن یک تکان داد و آن زن چکار کرد؟ عقل او را بیدار کرد که آخه این خدای هست که این حد ندارد، اندازه ندارد. بلکه چی؟ این دویم سوالی که این برادر کرده است، خدا را مکانش در کجا است؟ عقیده اهل سنت این است که خدا مکان ندارد. بلکه این من بر 4 مثال شعری بر تو میگم که بابا افضل کاشانی میگوید ای صاحب این مسئله راهنما، ای صاحب این مسئله راهنما، میدان به یقین، میدان به یقین که لامکان است خدا. خواهی که تو را کشف شود این معنا. اول چی گفت حضرت؟ گفت خدا لامکان است، یعنی مکان ندارد. اگر بخواهی این که تو برای تو اثبات کنم که خدا لامکان است، خواهی که تو را کشف شود این معنا، جان در بدنت ببین کجا دارد جا. در همین بدن خودت جان نگاه کن که در کجاست جان. تو جان مکانش نمیدانی. از این خاطر مادام جان که مکان ندارد، خدای تو هم مکان ندارد. در همه جا خدای تو موجود است. در بعض حدیث ها می آید که رسول الله را گفتن خدا در کجاست؟ رسول الله حواله کردن در دل بنده مؤمن است. در دل همه ما و شما مکان خدا هست. از این خاطر رسول الله چی گفتن؟ من حدم قلب المؤمن فقد حدم بیت الله. کسی که اگر دل یک بنده مؤمن آزار میدهد، همچنان است که خانه خدا را ویران کردگی است. از این خاطر خانه خدا در کجاست؟ در دل همه ما و شما است. السلام علیکم داملای عزیز، میبخشید یک جمعه در باره همسایه با همسایه چه حق دارد، همسایه بالای همسایه چه فضیلت دارد، ببخشید داملا خبر میداده. همسایه بالای همسایه، حدیث پیغمبر خدا که ما زال جبرائیل یوسینی بالجار حتی ظننت انه سیورثوه. این حدیث پیغمبر خدا هست که هرگاهی که جبرائیل نزد من می آمد، بر من چنان در حق همسایه گپ میزد که صحبت میکرد که گمان میبردم این که وقتی که اگر همسایه از دنیا بگذرد، همسایه هم حق بر است. یعنی اینقدر تأکید زیادی هست که حتی همسایه هم میراث بر است گفته در گمان من میگذرد. از چی؟ از تأکید بسیار جبرائیل که با همسایه رفتاری نیکو کن. البته امروز شاید که همسایه داری در بسیاری جا رعایت نشود، لکن حدیث دوام پیغمبر خدا را من بر شما نویساندم. چی میگوید؟ میگوید حضرت ابو هریره گفته است رسول اکرم میگوید لا یؤمنو لا یؤمنو لا یؤمنو. پیغمبر میگه 3 بار گفتن ایمان ندارد، ایمان ندارد، ایمان ندارد. ابو هریره میگه گفتم رسول اکرم کی هست که ایمان ندارد؟ رسول الله چی گفتن؟ الذی لا یأمن جاره بوائقه. کسی که اگر همسایه او از او ایمن نباشد، ایمان ندارد او کس. یعنی اگر همسایه‌ای که در پهلوی ما زندگی میکند، ما اگر با راحت نباشیم، یعنی دائم در تشویش باشیم، دائم در غم باشیم، بیرون از خاندان شویم، در خطر باشیم که شاید در خانه من یگان زیان یا ضرری میارد، اگر همچنان همسایه داشته باشیم، همون همسایه ایمانی بر خدا ندارد. همسایه باید در نبودن همسایه مثل خاندار چکار کند؟ خانه همسایه را پاسبانی کند.
در حق همسایه هر جایی که نشست سخن نیک بگوید. امروز از همسایه‌داری ما و شما باور کن شرم انسان می آید. وقتی می آید یک کس خبر می دهد که برای دختری من افسقال آمد لکن همسایه از راه گرداندش. گفتش کجا می رای؟ از دختری او را گرفتند، دختری مرا بگیر. بین آیا همین همسایه‌داری هست؟ برای یک پارچه زمین با یکدیگر سالها قهری میستیم. همه این در نتیجه چی هست؟ در نتیجه همسایه‌داری‌هایی که ما و شما از خدا و از قرآن و از حدیث که دور هستیم، از این خاطر نمیدانیم حق همسایه چگونه است. ابوذر میگوید رسول اکرم چی گفتند؟ اذا طبخت مرقه فاکثر ماءها و تعاهد جیرانک. میگه ابوذر به سوی من میگه پیغمبر گفت ای ابوذر، وقتی که در خاندان در دیگ شوربا را پرتافتی فراموش نکن آبش را زیاد کن و از حال همسایه هم با خبر باش. آب شوربا را زیادتر کن تا که از همان شوربایی که خود استفاده میکنی همسایه را هم فراموش نکن. این نصیحت پیغمبر ما و شما هست. السلام علیکم داملای عزیز. میگویند که در آب پیشاب کردن اوبال است، ولیکن در شهر نجاست های خود را به آب پیش میکنند. این چی میشود؟ به ما میفهموندید؟ البته این ضرورت است. امروز این سکسی هایی که مردم ما و شما زندگی میکند، البته این از سبب بی‌شرایطی هست، و الا تمام همون مردمی که در همون سکسی ها زندگی میکنند هیچ کدام همون باور که زندگی داخل همون را اختیار کردگی نیستند. اونها را میخواهند که در همین زمین جای داشته باشند، زندگی کنند، لکن دستی نارسا، شرایطی ناخوب اونها را مجبور کرده است که در همون خانه ها زندگی کنند. از این خاطر اون پیشاب از چیزی نباشد. وقتی که در آبم که می رود امروز ضرورت ایره البته جایز گرداندگی هست، یعنی باک ندارد. السلام علیکم حضرت حاجی میرزا مراد. از شما خواهش می نمایم که این درخواست مرا اجرا نمایید. من در یکی از نمازهای جمعه از زبان شما یک غزل مولوی جنونی را شنیده بودم و تنها 2 مصرع اول آن در خاطرم هست که چنین است: تو طمع داری که با چندین گناه داخل جنت شوی ای روسیا. این غزل بر من خیلی پسند آمد و باز میخواهم این غزل را برای ما قرائت و تحلیل کرده دهید. با احترام مخلص شما. این از مولوی جنون نیست، این از مولوی رومی هست. میگوید جد تو آدم بهشتش جای بود. یعنی حواله به سوی بابای ما و شما، پدر ما و شما حضرت آدم میگوید جد تو آدم بهشتش جای بود، قدسیان کردن بهر او سجود. وقتی که بابای تر میگد مولوی رومی داخل جنت کردن، تمام فرشته ها چیکار کردن؟ تا تمام فرشته ها سجده این حضرت آدم میکردن، در پیش پای این سجده میکردن. یک گناه ناکرده گفتندش تمام، مذنب برو بیرون خرام. وقتی این بابای ما و شما، این پدر ما و شما حضرت آدم، وقتی که یک گندمی را که خدا گفت بر اون نزدیک نشو نزدیک شد استفاده کرد، یعنی یک گندم وقتی که خورد، فرشته ها چی گفتند؟ گفتند ای آدم، گفتند ای فرزند آدم، جنت جای خطاکار نیست، جنت جای گناهگار نیست. مذنب برو بیرون خرام. تو مادامی که گناهگار شدی، این داخل جای ثوابکارها هست، بیرون شو از جنت. و خدا او را به سبب این یک گناه چیکار کرد؟ از جنت بیرونش کرد. در آخر حضرت مولوی رومی بر همون انسانهایی که گناهگار هستند، یک عمر بی نماز و بی توفیق هستند، لکن چی میگن؟ میگن همین دل انسان مسلمان باشد، ما را دلمان تازه است. برای همین دل تازه ها چی میگن؟ تو طمع داری که با چندین گناه داخل جنت شوی ای روسیا. تو هزارها گناه میکنی امروز، هزارها غلط میکنی، هزارها خطا را البته تو صادر میکنی، باز بزم این میخواهی که جای آدمایی که ثوابکار هستند، جای آدمایی که در دنیا زحمت کشیدن، مهنت کردن، جای اونها را تو صاحب شوی. نه، صاحب نمیشه. جنت جای خطاکار نیست.
برای جنت داخل شدن مهنت دنیایی لازم است. الدنیا مزرع الاخره، پیغمبر گفت این دنیایی که شما زندگی دارین این به منزله زمینی هست که در اینجا تخم پرتایین، تخم نیکی پرتایین تا که حاصل شد در جنت بردارین. کاری سوا ماندگی باز امروز خواهر اپای ما و شما را بین ملامت میکنند که تو سطر داری یا تو نماز جمعه میرای. یک زن 50 ساله به توفیق دیگر از زمین دهم میکرایان است، میگوید وقتی زن اگر نماز یا مسجد که رفت دنیا ویران میشود. اون نمیداند که خود ویران است، نمیداند که خود بیچاره دوزخی هست. از آمدن زن بر مسجد چی می شود؟ نورانی می شود، آباد می شود. صدها سال شد این زنهای ما و شما بیچاره نشنیدن، سخن خدا را نشنیدن. از این خاطر مردها امروز هیچ قدری ندارن. مادرای ما و شما آمده نشینند صحبتها را گوش کنند. شوهر چی قدر دارد، خسر چی قدر دارد، خوشتامن چی قدر دارد، زندگی باید چگونه باشد، عائله داری چگونه باشد، تربیه فرزند چگونه باشد. اینا را می آموزند. آیا همین غلط است؟ آیا از حساب آمدن زن چی جای جنایت است؟ هزارها نامعقول کرده است. همون عالم شم، همون عالمی که اگر همون عباره مختصر میگد میلش، لکن امروز جمعیت نظر کن، امروز شرایط نظر کنید. خواهر ما و شما همه جا می رود، مادر ما و شما همه جا می رود. تمام جایی که ناجایز است می رود. مسجد چی جای ناجایزی دارد؟ سلام علیکم حاجی بابا، اگر زن دست خود را لک مالد آیا جایز است؟ حتی در دست یک جوان بچه دیدم که ناخونش را دراز کرده است و او را لک کرده است. این چی معنا دارد؟ خواهش میکنم از شما. اگر در دست زنی که لک میمالند، همین لک های سرخی که هست، در مسئله از درالمختار میگوید که از جنابت پاک نمیشود. زنی که اگر در دستش لک میمالد، لک همین خیلی قابلیتی دارد که آب بر خودش ره نمیده. مادامی که آب که به خودش ره نداد، کل بدنش شستن در غسل جنابت فرض است. وقتی که اگر ناخونهایی که لک دارد، وقتی اونها که اگر آب نرسید، اون زن از غسل جنابت پاک نمی شود. از این خاطر در کدام دستی خواهر و اپا و زنی از شما اگر باشد، این البته شما رخصت نتین اونها را تازه کنند. و اون جوانی که البته امروز ناخونی خچه دراز میکند یا لک میکند، این شرمندگی است. اخوان جوان، مرد هستی، مرد، نام تو مرد است. تو را خداوند مرد خواندگی هست در قرآن و تو در دنیا هم دعوای مردی داری. نخواه ناخونی دراز یا لک در دست دمالی. امروز جوانای ما و شما شرم ناکرده در گردنها زیره میبندند. امروز شرم ناکرده چله ها در دست میبندند، حالا که این چی است؟ یا زینت زن هستند، آخه برای مرد نیست اینا. رسول اکرم برای همین جوانهایی که زیره دارند، لک میکنند، ناخون میکنند، چله میبندند، رسول اکرم حدیث مبارکش است که مسلم روایتش میکند: رأى رسول الله صلی الله علیه و سلم خاتما من ذهب فی ید رجل فنزعه فترحه رسول الله صلی الله علیه و سلم. رسول اکرم میگه روز با یک جوان سلام کرد، بناگاه دستش در چله همون جوان زد. در حال میگه چهره پیغمبر خدا متغیر شد، تغییر یافت و از دست همون جوان میگه چله را کشیدن، فنزعه فترحه، پرتافتنش. وقتی که رسول اکرم از پیش اون جوان رفت، جوانهایی که در اطراف این جوان جمع شده بودند گفتند: خذ انتفع. رسول اکرم رفت گفت: گیر از زمین بردارش، در جان خودت استفادهش کن. این جوان چی گفت؟ والله لا آخذوه ما طرح رسول الله صلی الله علیه و سلم. قسم بر آن ذاتی که جان من در دست اوست، این جوان گفت آن چیزی را که پیغمبر خدا از دست من دور کرده است، من اون را دیگر باره نمیگیرم. ما نمیگیم که او را پرتاش، بلکه برده در خانه بگذارش. در یک روزی وزنینید
وقتی برای تو سوم لازم می شود سومش کن، در جان تو، در فرزند، در خاندانت استفادهش کن، لکن برای دست تو حرام است. رسول اکرم گفت آیا شما میخواهید که پارچه علاوه دوزخ در دست خود بگردانید؟ اشاره به سوی چله طلا کرد. این برای زن، زیره چله برای زن که اینم برای چی است؟ برای شوهرهاشون است، اجازت است، برای مردها جایز نیست.